مساجد خانه‌های خداوند روی زمین هستند و همیشه از مساجد به عنوان امن‌ترین و بهترین مکان‌ها در دنیا یاد می‌شود. اما یه مسئله وجود داره. آیا به نظر شما همیشه مساجد امن هستن و میتوان از مساجد که خانه‌های خداوند روی زمین هستن به عنوان امن‌ترین جای دنیا یاد؟ سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. بچه امشب و توی این ویدیو قراره با هم دیگه در مورد مسجد آدمکش که در ایران قرار داره صحبت کنیم که جزو یکی از مکانهای تاریخی و ترسناک و ماورای کشورمون به حساب میاد که امشب و توی این ویدیو قراره با هم دیگه این مسجد رو بهتون معرفی کنم و داستانش رو مورد بررسی قرار بدیم و بفهمیم که اصلا داستان این مسجد از چه قرار بوده. اونم که از این ویدیو لذت ببرید، ویدیو رو لایک بکنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید و زنگولش رو بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید برای اینکه سابسکرایبتون نپره. هم دیگه ویدیوی امشبمون رو شروع کنیم. مسجد آدمکش در خیابان ابن باویه شهر ری در تهران قرار داره. خب پس اینجا فهمیدیم که این مسجد که مسجد آدمکش هستش در شهر ری و در تهران قرار داره. اما اصلا چی شد که به این مسجد میگن مسجد آدمکش؟ در زمانهای قدیم حدود 100-150 سال گذشته که مسافران نوروزی یا کلا مسافران وارد شهر ری می شدن و قصد اقامت در شهر ری داشتن، به یک مسجد در خیابان ابن باویه می روند و اونجا رو برای اقامت خودشون انتخاب می کنن. اما یه مسئله وجود داشت. هر مسافری که برای اقامت وارد این مسجد می شد، فردای آن شب و فردای آن روز جسد بیجان و جنازه تمام مسافرایی که اون شب چه یه نفر چه 10 نفر برای اقامت به اون مسجد رفته بودن، جنازه های اونا اون شب اونجا پیدا می شد و همین ماجرا باعث شده بود که شایعاتی سر تا سر شهر ری، تهران و کل ایران فرا بگیره که این مسجد جن داره و هر کس که شب برای اقامت به این مسجد بره توسط اجنه به قتل میرسه. زمانی که این شایعات سر زبون ها میفته، فردی به نام ماشاءالله تصمیم میگیره که علیرغم تمام اخطارهایی که بهش داده بودن یک شب وارد این مسجد بشه تا بالاخره بفهمه که راز این مسجد چیه. ماشاءالله اون شب وارد اون مسجد میشه و متوجه یک روزنه که اگه اشتباه نکنم اینو گیاه یا درخت هستش میشه و متوجه میشه که یک روزنه و یک درختی در اون مسجد قرار داره که در اثر وزش باد صدای بسیار وحشتناک و عجیب غریبی تولید میکنه و اون متوجه میشه که همین صدای عجیب و ترسناک دلیل مرگ تمام مسافرانی بودن که برای اقامت وارد این مسجد میشدن. ماشاءالله با تیشه و تبر به جان آن درخت و روزنه میفته و زمانی که اون درخت رو قطع میکنه بسیار پول و سکه و گنج به قولی پیدا میکنه و سکه و پول فراوانی رو پیدا میکنه و علاوه بر این که ماشاءالله صاحب ثروت میشه، به تمام شایعات در مورد این مسجد پایان میده و از اون روز به بعد این مسجد که در خیابان ابن باویه شهر ری تهران قرار داره مسجد ماشاءالله نامیده میشه و به همین دلیلی که اسمشو گذاشتم مسجد ماشاءالله، چون ماشاءالله بود که تمام شایعات وجود اجنه و اینا در این مسجد پایان میده. خب بچه‌ها، اینم بود از ویدیوی امشبمون در مورد مسجد آدمکش تهران که با هم صحبت کردیم و فهمیدیم دلیل مرگی که مسافران در این مسجد براشون اتفاق میافتاد همون صدای عجیب و ترسناک بوده که فردی نام ماشاءالله میره و به این شایعات پایان میده و این مسجد به نام مسجد ماشاءالله در شهر تهران معروف میشه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. ویدیو رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگولش رو بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید برای اینکه سابسکرایبتون نپره. یه شب دیگه و یه ویدیو ترسناک که دیگه میبینم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.